سبد پلاستیکی و آجر میذاره جلوی مغازش، ملت نتونن پارک کنن. بعد ناراحته چرا اینایی که زورشون میرسه زمینخواری میکنن. اون کارمندی که تو تایم اداری به ارباب رجوع میگه برو فردا بیا، واسه چی ناراحته که حقوقش 2 هفته است دیر شده؟ اون راننده تاکسی که از سر صبح بد اخلاقه، هیچ وقت پول خورد تو جیبش پیدا نمیشه، واسه چی شاکیه که چرا فلان اداره کارشو درست انجام ندادن؟ تعمیرکاری که قطعه تعمیری رو تعویض میکنه، بعضن یه چیزی برمی‌داره از رو ماشین، واسه چی ناراحته که ارتوپد به جای فیزیوتراپی جراحی واسش تجویز کرده؟ طرف نتورکر با دروغ بقیه رو دعوت میکنه و مجبورشون میکنه به خانواده‌شون دروغ بگن. بعد ناراحته که چرا ازش شکایت شده. 3 ماه کابینت سازه کارشو تحویل نداده. بعد ناراحته چرا ایران خودرو و سایپا هنوز ماشینشو تحویل ندادن. عید باید تحویل میدادن. برای هر کارش دنبال آشنا و پارتی میگرده که با یه تلفن کارشو راه بندازه. بعد ناراحته چرا فلان مطب طرف بدون نوبت رفته تو. خب ما هممون یه شبیه همیم، فقط مقیاس اشتباه کردنمون کوچیک‌تره، چون زورمون نمیرسه که اگه اون بالا بودیم ما هم همینطوری رفتار میکردیم. کمی هوای همو داشته باشیم بد نیست.